به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا به نام پینگ شروع میکنم. نویسنده استوارت اوری گولد. حسن هاشمی میناباد مترجم این کتاب بوده. قورباغه‌ای در جستجوی برکه‌ای تازه، داستانی درباره تلاش برای تغییر و غلبه بر موانع که توسط انتشارات کتیبه پارسی در سال 1395 در تهران چاپ شده. این کتاب در حوزه کتاب‌های روانشناسی و انطباق پذیری و تلاش برای تغییر و غلبه بر موانع قرار می‌گیره. این کتاب با پیشگفتار شروع شده. ابتدا نوشته ای رو پشت جلد کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. لطفاً با من همراه باشید. استوارت اوری گولد نویسنده است که تاکنون آثارش به 20 زبان ترجمه شده و مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است. گولد فارغ از حرفه نویسندگیش متخصص توسعه محصولات است و در این کارش جوایزی هم به دست آورده است. شهرت گولد در این است که بازاری را خلق می‌کند که در آن هم مردم و هم سودآوری و هم جهان همگی شکوفا می‌شوند. با هم پیشگفتار رو می‌خونیم. مسئله مهم این است که باور پیدا کنید که داستان زیر حقیقت دارد. من شخصاً در همان اوایل تردید داشتم و تردید گریبانگیر چه کسی نمی شود که وقتی در همان آغاز کار در می یابد ماجراهایی که در این صفحات شرح داده شده‌اند سفر متحول کننده مربوط به یکی از پر استقامت ترین موجودات برکه است، یعنی قورباغه. اکنون از شما که چشمهایتان از تعجب گرد شده خواهش میکنم کتاب را کنار نگذارید، چون مطالب زیادی در این کتاب هست که باید یاد گرفت. با وجود تمام چیزهای بدی که در کره زمین وجود دارد، اتفاقات بسیار خوبی هم میافتد و یکی از آنها این است که هنوز هم داستانهایی هست که روح و روان شما را به هیجان میآورند و جانتان را به اوج آسمان ها میبرند و این یکی از همان داستان هاست. مدت‌ها پیش از این که من باشم و شما باشید، مدت‌ها پیش از این که جیوه وایفای، ویدئوهای دارای پهنای باند وسیع، دیویدی، دستگاه ضبط صوت در کار باشد، مدت‌ها قبل از اینکه تلویزیون، سینما و حتی کتاب باشد، داستان‌هایی بودند که مردم را سرگرم می‌کردند. به آنها آموزش می‌دادند، در آنها انگیزه ایجاد می‌کردند و به آنها الهام می‌بخشیدند. هدف بعضی از داستان‌ها که در طول قرن‌ها و اعصار سینه به سینه به ما رسیدند، آرام کردن و آرامش بخشیدن به شنوندگان و خواباندن آنها بوده است. اما این قصه رهروان و سالکان است، با هدف بیدار کردن و رهسپار سفر درونی شدن و اینکه نشان دادن قصد واقعی سفر زندگی چیزی به مراتب بزرگتر از سفر ساده برای بقاست. در این داستان دعوتی هست برای به غنیمت شمردن فرصت‌های زندگی، به گونه‌ای که اعمال قهرمانانه و اندیشه‌های آموزنده و روشنگر قورباغه‌ای به نام پینگ آشکار می‌سازد. برای تحقیق این داستان با 10 نفر آسیایی و غربی، لاماهای تبتی و استادان زن، آموزگاران برمه‌ای و عالمان تائوی مصاحبه کردم و قبل از اینکه مطالبم را در این کتاب بیاورم، دفترچه‌های زیادی را پر از یادداشت کردم. بعضی از این مصاحبه ها مرا به ژاپن کشاند و بعضی ها به چین و برخی دیگر به فرزانگانی در همین امریکا. اما دریغ که تنها افراد اندکی از داستان شگفت‌آور پینگ خبر داشتند و تعداد کمتری می‌توانستند آن را از اول تا آخر نقل کنند. هرچه باشد این قصه در گذشته دور اتفاق افتاده است. اما هنوز هم در جستجوی این داستان بودم و هنوز هم امیدوار بودم. بنابراین باز هم ماه‌ها تحقیق کردم تا اینکه سرانجام از اقبال بلندم توانستم به شرح دقیق وقایع دست پیدا کنم
بدین ترتیب دست پر آمدم تا سندیت این داستان را تضمین کنم، اینکه این تلاش هایم ارزشش را داشته یا نه. البته تصمیمش با شماست. به هر حال اگر از تاریخ چیزی آموخته باشیم همان داستان‌هایی است که بازگو می‌کنیم و به بعضی از داستان‌ها باید ایمان آورد. اما در مورد داستان پینگ قورباغه چه می‌توان گفت؟ خب این داستانی است برای همیشه. اما فصل اول، پرشی از روی ایمان. معنادارترین سفری که میتوان کرد سفر به درون خود است. یکی بود یکی نبود، یک جایی بود. برکه آن روز عمقی نداشت. راستش مدتی بود که آب برکه پایین آمده بود، اما بیشتر ساکنان برکه توجهی به آن نداشتند. اوضاع مثل سابق بود. مثلا تا زمانی که آب آنقدر کافی بود که لاک‌پشت به راحتی به این ور و آن ور شنا کند، لاک‌پشت غمی نداشت. آنها حتی وقتی روی آب می آمدن دوست داشتند لاک خود را آفتاب بدهند و آب هم مثل سابق بود. خشنگ‌ها هم خوش بودند. آب کم عمق باعث شده بود به راحتی از زیر آب بالا بپرند و چیز خوشمزه‌ای شکار کنند و آنها این را دوست داشتند. ماهی‌ها هم شکایتی نداشتند. وقتی آب نزدیک سطح برکه بود راحت‌تر می‌توانستند غذاهای شناور را لقمه شبشان کنند. حقیقت این است که ساکنان برکه رضایت کافی از حضور در اینجا داشتند. هرگز نق نمی‌زدند و خبری از زمزمه شکایتی هم نبود. بیشتر آنها به روزهای عادی و گذران عادی زندگی بدون چندان اخم و تخمی عادت کرده بودند. بیشترشان، اما نه همه‌شان. پینگ یک قورباغه بود، اما بالاتر از آن قورباغه‌ای بود با میراثی درخشان، هرچند که هیچ خاطره‌ای از آن نداشت. مثلا نمی‌دانست که چینی‌های باستان اعتقاد داشتند که قورباغه‌ها از ماه آمدند، از تخمی بیرون می‌آیند که با باران سیمین از آسمان می‌بارد. فقط می‌توانست پای پیاده به زمان خودش برگردد و روزهای اول زندگیش را در برکه قبل از اینکه دست و پا در بیاورد بیاد بیاورد و به خاطر بیاورد که شنای شادمان شتابانش به ضرب دمش چه لذتی داشت. حال که بزرگ شده بود و باید می جهید و پرش می کرد، لذتی بالاتر از آن نداشت. پینگ پرش‌های بسیار ماهرانه‌ای داشت و در پرش‌هایش بیشترین مسافت را طی می کرد. پینگ در یک پرش به راحتی نه به اندازه یک قدم انسان بلکه نزدیک نیم متر می پرید و این رکوردی بود که کسی نمی توانست آن را بشکند. این استعداد پینگ قورباغه آنقدر دیدنی بود که وقتی پینگ می‌خواست پرش کند همه کارهایشان را رها می‌کردند و می‌ایستادند تا او را تماشا کنند. آنها به خود افتخار می‌کردند که شاهد چنین صحنه‌ای با شکوهی بودند. پینگ به این چیزها فکر نمی‌کرد. تنها چیزی که می‌دانست این بود که پرش‌های بلندش بسیار لذت بخش است و اینکه با کمال تأسف برکه دیگر جای پرش‌های بلند نبود. با آبی که دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود. این موضوع ما را به این نکته می‌رساند که برای رسیدن به زندگی پر افتخار بدون درد و رنج باید از دو ویژگی برخوردار بود. اول باید شوق عظیمی برای بهره‌مندی از بهترین زندگی را داشته باشید. دوم باید هر روز اراده و اشتیاق رسیدن به چنین زندگی را در سر بپرورانید. پینگ هر دوی اینها را داشت، اما آب نبود و پینگ به آب احتیاج داشت تا در آن پرش کند. در اینجا باید اضافه کنم که برکه را همیشه آب چشمه پر می کرد و در پژوهش‌هایم نتوانستم هیچ سندی پیدا کنم که چرا مسیر آب چشمه عوض شده. اما چیزی که فهمیدم این است که با وجودی که اقامت اجباری در همان مکان قدیمی برای همه خوب بود، به هیچ وجه مناسب پینگ نبود. پینگ شانه بالا انداخت و آهی کشید. دلش هوای تنفس و ژرفای آبهایی را کرد که زمانی عمیق بود. او از سایه رنگهای بهشت مانند و عطر مستی‌آور نیلوفر آبی و شکوفه‌های سوسن که قبلا در سطح آب حاکم بود لذت‌ها برده بود. چه کسی میتواند سخنی در برابر آهنگ ملایم نیها بگوید؟
آن هنگام که با نسیم خیزرانها به جنبش در میآیند، این منظره آب شادمانی عظیمی به درونش هدیه آورد. اما این سعادتها اکنون رفته بودند و چیزی که به جایش مانده بود روح و روانش را راضی نمی‌کرد. چوانگ تزو اندیشمند تائویی میگوید بگذار هر چیزی این امکان را پیدا کند که کاری طبق طبیعتش انجام دهد تا ذاتش از او راضی باشد. طبیعی است که دوزیست‌ها نمی‌توانند کتاب بخوانند، اما وقتی قورباغه باشی هر روز هر کاری که می‌کنی و هر چیزی که می‌بینی نشان می‌دهد که تمام موجودات زنده جایگاهی در نظم طبیعت دارند و اینکه هر کدام از آنها سرنوشتی دارند که باید دنبالش بروند. پینگ احساس کرد، نه، بدون هیچ تردیدی در اعماق قلبش فهمید که آنچه بیش از هر چیزی می‌خواهد زندگی است که او را قادر می‌سازد با آنچه هست یکی شود. باور پینگ به استعدادهای فطری و توانایی‌های منحصر به فردش آنقدر زیاد بود که روزها کنار برکه می‌نشست و بزرگترین رویایش را در سر می‌پروراند که دارد به خویشتن برترش تبدیل می‌شود. اما افسوس که هر قدر که رویای پینگ بزرگتر می‌شد، برکه کوچکتر می‌شد، تا اینکه روزی رسید که برکه دیگر اصلاً برکه نبود و محیط امن و آرام و راحتی که پینگ از زیر باز داشت دود شد و به هوا رفت. هیچ چیز باقی نماند. البته این اغراق است. شاخ و برگ، سنگ و استخوان‌های خشک و چیزهای جور و جور کف برکه باقی مانده بود. لجن هم بود. همه جا را لجن گرفته بود. پینگ روزها روی لجن می نشست و شبها روی لجن می خوابید، اما خواب به چشمهایش نمی رفت. وقتی ترس در درون کسی رخنه کرده باشد نمی تواند چیزی را فراموش کند و پینگ ترسیده بود. خیلی. تغییر واقعی تشویش می آورد. وقتی تغییری پیش می آید ترسی به دل می اندازد که حتی بر مطمئن‌ترین و دلگرم‌ترین قورباغه هم غلبه می کند. و ترس چه بسا باعث بروز سردرگمی، تردید، خشم، اضطراب و یأس و درماندگی شود. ترس از تغییر ممکن است با چنان قدرت و قوتی بر کسی غالب شود و بر او چنگ بیاندازد و در چنگالش بگیرد که او را از پا در بیاورد و ناتوانش کند. ترس از تغییر، ترس از خطر کردن، ترس از مسخره شدن یا از اینکه کسی اهداف و رویاهایتان را تایید نکند، همگی اینها دشمنان اهداف و دگرگونی و تحول شما هستند. اما حتی دشمنها هم دشمنهایی دارند و دشمن ترس را شجاعت دانستند. شجاعت به معنای نترسیدن نیست، بلکه شجاعت یعنی عمل کردن با وجودی که می‌ترسید. رسیدن به این حقیقت ساده و درک آن برای بعضی زمان بر است. این اتفاق در مورد خیلی ها اصلا رو نمی‌دهد، اما این شناخت برای پینگ بیشتر از 1 هفته طول نکشید. روز به روز پینگ دچار احساساتی میشد که قبلا هیچ وقت تجربه نکرده بود. گیج شده بود و تردید در وجودش لانه کرده بود. با افکار گذشته عزیزش کلنجار میرفت. با فکر برکه عمیقش به آن شکلی که در گذشته بود، این خاطرات سراغش می آمدند و رهایش نمی کردند. هرچه باشد برکه تنها جایی بود که می شناخت. اما چه کسی می تواند حدس بزند که لحظه‌ای که دنیایش دچار تغییر می شود دقیقاً چه زمانی است؟ آن هنگامی که دست تقدیر به شما این قدرت را می بخشد که سر جای خود بایستد یا بروید و دست به کار شوید. آگاه شدن از ضرورت انتخاب مساوی است با آگاه شدن از دگرگونی و تحول. همانطور که پینگ در لجن فلاکتبار نشسته بود و به گزینه‌هایی که پیش رو داشت فکر می‌کرد، مهمترین کشف زندگیش خودش را به او نشان داد. زندگیش مال خود او بود و باید آن را هدفمند اداره می‌کرد. پینگ تصمیم گرفت که گذشته‌اش را رها کند، به آینده بپردازد و اندیشه بزرگی برای زندگیش خلق کند. 5 دقیقه مانده به طلوع آفتاب 7مین روز بود که پینگ آخرین نگاه را به محیطی که زمانی برایش عزیز بود انداخت. همه شکوه و عظمت ماجراهای گذشته را دور ریخت و بزرگترین پرش را به سوی عظیمترین ماجرای همه زندگیش برداشت. فصل 2.
چشمهای اندیشمند، چشمهایت را همیشه به مسیرت بدوز و به دیده ها و نادیده ها توجه کن. در آغاز پینگ انگار پرواز میکرد. خوشبین بود و پر انرژی با روحیه‌ای شاد که جانی تازه در آن دمیده شده بود. میخواست به اوجها برسد. بیشترین مسافتها را طی کند و با پشتکاری از سر عزم و اراده همه شکوه شگفتی‌های زندگی را تجربه کند. خب دیگر اینها اهدافش بودند. همانطور که قبلا متذکر شدم پاهای پینگ چیزی فراتر از شگفتی بود. پایچه‌هایش هم همینطور و اینکه قدرت پرش او بی‌نظیر بود. کمتر کسی در این دنیا استقامت و تاب و توان او را داشت و کمتر از آنها هم از عزم و اراده او برای سفر به فراسوها برخوردار بود. به عبارت دیگر پرش برایش مشکلی نبود. البته تا آنجا که پاهایش تاب و توان داشتند. برای اینکه اهمیت موضوع را مشخص کنم بگویم که روز اول به پینگ خیلی خوش گذشت و مسافت بسیار زیادی را بدون خستگی طی کرد. روز دوم بدون اینکه از نفس بیفتد 2 برابر روز اول راه رفت. باز هم این برایش کاری نبود. مایه شرمساری است که در گذشته‌های دور مسئولان کتاب ثبت جهانی رکوردهای گینس در آن دور اطراف نبودند تا روز سوم را ثبت کنند. روزی که حتی بدون یک بار استراحت رکورد راه یک روزه اش را اواسط بعد از ظهر شکست. باز همین چیزی نبود، چون با وجودی که پینگ هر روز بهتر از قبل بود، هر روز را با امید نجات به پایان می برد، نه اینکه تسلیم کابوس شود، وگرنه چقدر وحشتناک می شد. حال اگر پینگ روحش هم خبردار می شد از گره های درختان سر به فلک کشیده‌ای که متراکمتر از آنی بودند که در تصور بگنجد و به زودی احاطه‌اش می‌کردند، شاید در همان خانه‌اش می‌ماند و در تله تردیدهای اولیه‌اش می‌افتاد. و اگر می‌دانست که جاده درست و مشخصی رو به روشنی در جنگل تیره و تار واقعیت وجود ندارد، قطعاً در خانه‌اش می‌ماند. ای کاش. پینگ نفس عمیقی کشید. نفسی دیگر، عمیق‌تر، محکم و استوار ایستاد با بدنی در حالت آماده باش و کارش را شروع کرد. سهل و آسان بود. با تمام توانش سعی کرد به انبوه درختان سرو و کاج غلبه کند. جهید و پرید. هر بار مسیر پرپیچ و تابش را به این ور و آن ور چپ و راست تنظیم کرد. بگذریم از این که چه کرد و چه کار کرد و چه کار نکرد، کارش سراسر تلاش و کوشش و مبارزه بود. اما دریغ از حتی یک باد موافقی که به ناگاه سر برسد. هیچ کمکی از هیچ نوع آن در کار نبود. پینگ نهایت تلاشش را به کار می‌بست، اما این مسابقه معمولی نبود. درختان سر به آسمان کشیده شکستش می‌دادند و به عقب می‌راندند. زیر ضرباتش می‌گرفتند، بدنش را کبود می‌کردند و بی برو برگرد مانند سنگ بر زمینش می‌کوبیدند. تلاش‌های مداومش باعث شد عضله پاهایش دچار گرفتگی شود. پاهایش دیگر چندان توان یاریش را نداشتند. در این روز از روزهای عمرش دنیا را به گونه‌ای تجربه کرد تا به حال هرگز ندیده بود. دنیای شکست و پر از موانع، دنیای نامهربان و بی‌رحم. چقدر ظالم بود این دنیا. پینگ از پا درآمد. لرزان و رنگ پریده روی زمین نشست. تا به حال اینقدر زهر بدبختی را نچشیده بود. خستگی و کوفتگی تاب و توانش را گرفته بود. با این حال اشکی را که می‌خواست به چشم‌هایش بیاید فرو خورد و آهی کشید. آخرین نگاهش را به موانع پیش رویش انداخت و زیر مهتاب درخشان نگاهی با خواهش و تمنا به آسمان انداخت تا کمک بگیرد. کمکی در راه نبود. پینگ وارفت. قلبش داشت تکه پاره می‌شد. احساس کرد شکست خورده و مایوس شده است و موجودی است ناتوان و دلمرده و سرنوشتش زندگی فلاکتبار است بدون هیچ امیدی به فردا و اینکه صاف و ساده بگویم زندگیش همین است. پینگ مات و مبهوت روی زمین دراز کشید. چه اشتباهی بود که خیال کرده بود میتواند زندگی ارزشمندی داشته باشد. این سفر را با چه امیدهایی که شروع نکرده بود. تا اینجایش را آمده و سخت تلاش کرده بود. اما حالا رویای درخشانش داشت رنگ می‌باخت.
خیال کرده بود که چه کسی است؟ مگر کی بود که فکر کند شخص برجسته است؟ مگر کی بود که خیال کند چیز خاصی دارد که با آن میتواند به دنبال برآوردن رویاهایش باشد؟ مگر کی بود که خیال کند از توانایی‌هایی برخوردار است که با آنها میتواند چیزی را که از زندگی میخواهد به دست آورد؟ کی؟ این واژه‌ها در گوشش به ارتعاش درآمده و آن را پر کرده بودند. پلک‌هایش را به هم زد و سخت تلاش کرد تا هولناکی همه این اتفاقات را از خود دور کند. کی؟ باز همین واژه‌ها در گوشش به ارتعاش درآمد. کی؟ بعد دوباره و همچنان ادامه داشت. اکنون شاید بهتر باشد بگوییم روح و روان قورباغه تا حد و حدودی میتواند سختی‌ها را تحمل کند و این نکته را هم اثبات کنیم. پینگ احساس کرد که یواش یواش دارد دیوانه می شود. دیوانه‌وار به مغزش دستور داد تا این پرسش‌های بی‌پایان و بی‌امان را قطع کند. به سلول‌های خاکستری مغزش دستور اکید داد. بس کنید. فایده نداشت. این پرسش هولناک همچنان تکرار می‌شد و از شدتش کم نمی‌شد. کی؟ پینگ راهی نداشت برای فرار از این شکنجه‌ای که در درونش تنین می‌انداخت. دلایل قوی هم برای این کار داشت. پینگ سرش را یکوری کرد و ناگهان دریافت که ریشخندهای مکرر کی اصلاً به این معنا نبود. وقتی بیشتر دقت کرد دید که اینها صداهای دیگری هستند و پینگ فهمید که آنها از درونش بر نیامده بودند. نه، آنها از تاریکی سرد می آمدند، از پشت سر و بالای سرش. بله، از این جاها بود. کسی که راهش را هنوز کشف نکرده آن را پیدا نخواهد کرد. پینگ دور خودش چرخید و نگاهی از گوشه چشم به مهتاب انداخت. در آن بالا روی یک درخت پرشاخ و برگ، داخل شاخه‌هایی که مانند چتری گسترده بودند، در عمق سیاهی عمیق یک جفت چشم درشت درخشان پلک می‌زد. پینگ نگاه دقیق‌تری انداخت و خیالش راحت شد. چیز زیادی از دنیا نمی‌دانست، اما وقتی جغدی را می‌دید حتما آن را می‌شناخت. پینگ به اختیار از روی درماندگی گفت: راهم سد شده. درخت‌ها جلویم را گرفتند. جغد گفت: درخت‌هایی که جلویت را گرفتند درخت‌هایی هستند که راهم را باز می‌کنند. آیا درخت‌ها یکی نیستند؟ پینگ که کمی دلخور شده بود پرسید: چه فرقی می‌کند؟ آنها جلویم را گرفتند و نمی‌گذارند به راهم ادامه بدهم. اگر راهی را که در پیش گرفته هیچ سد و مانعی نداشته باشد به جایی هم نمی‌رسد. پینگ حرفی نداشت که در مقابل آن بزند. جغد با لحن جدی گفت: چقدر تو از مسیرت بیخبری؟ مسیر همان جاده نیست، بلکه چشمانداز جانی است که جهان آن را با نفسش پر می‌کند. درون تو و بدون تو. آن بیرون قرار دارد و برای تو. پذیرای آن باش و در نتیجه جهان همیشه تو را به آسمان‌ها بلند می‌کند و مانعی سر راهت ایجاد نمی‌کند. هر چیز دیگری غیر از این تلاش بی‌حاصل است. پینگ با خودش گفت: چه جالب. نمی‌شد انکار کرد که این جغد پرنده پیر باهوشی بود. اگر جغد می‌توانست او را از این مخمصه نجات دهد خیلی خوب می‌شد. پینگ پرسید: از آن بالا می‌توانی ببینی که من کجا باید بروم؟ جغد سری تکان داد. برای اینکه ببینی کجا باید بروی باید تنها به خویشتن خود رجوع کنی و سردرگمی ذهن خودت را برطرف کنی تا ذهنت بتواند ندای قلبت را بشنود. دانستن اینکه کسی واقعاً کیست و می‌خواهد چه جور شخصی باشد آن نوع بینایی و درکی است که حتی نابینایان هم از آن برخوردارند. پینگ گفت: من می‌توانم مثل تو از چشمایم استفاده کنم. می‌توانید کمکم کنید؟ جغد گفت: تو خودت باید راحت را پیدا کنی. خستگی در صدای جغد دیده می‌شد، اما لحنش نشانی از دلسوزی هم داشت. جغد به حرفایش ادامه داد: تنها قلب خودت این قدرت را دارد که راهنماییت کند. در هر مورد دیگری باید به قلب خودت تکیه کنی. مسیر زندگی عالی را که از قلبت ریشه می‌گیرد و عصاره روح و روانت است نمی‌توان آموزش داد. آن را باید خودت انتخاب کنی. پینگ پرسید: پس من از کجا شروع کنم؟ جغد برایش توضیح داد که
از جایی که هستی شروع کن. از اینجا شروع کن که مسیرت را در درونت بیدار کن. برای اینکه بتوانی مسیرت را پیدا کنی باید چشم و گوشت را باز کنی. پینگ با تعجب پرسید چطور؟ جغد بلافاصله جواب داد نپرس چطور، بگو از همین الان. و بعد جغد بالهایش را به هم زد، آمد پایین و کنار پینگ نشست. پرهایش را سیخ کرد و بعد چندتایش را با نوکش مرتب کرد. جغد گفت رویا شروع نمی شود تا زمانی که تصورش نکنیم و دست به کار نشویم. اکنون زمانی است که باید به وجودمان چنگ بزنیم و از آن یاری بخواهیم. آنقدر انتظار زمان و مکان مناسب برای اقدام را نکش. خود همین انتظار کشیدن عملاً باعث می شود اتفاقات خوب برایت روی ندهد. باید عمل کنی تا هستیت را پیدا کنی. طبعاً پینگ از این حرفها سر در نمی‌یابد. تمنا می‌کنم از تو. من به راهنماییت احتیاج دارم تا بتوانم به آنجا که می‌خواهم برسم. می‌دانی که بالاخره به کجا می‌رسی؟ پینگ وانمود کرد که دارد سینه‌اش را پاک می‌کند. تا حدودی. اگر نمی‌دانی که باید به کجا بروی، هر جاده‌ای تو را به آنجا می‌رساند. جغد چند قدم راه رفت و بعد چرخید. با وجود پیری‌اش استوار و باوقار حرکت می‌کرد. با مختصر تعجبی به پینگ نگاه کرد. اما اینکه بدانی چه چیزی را نمی‌دانی در واقع شروع همه چیز است. این شروع یک زندگی هدفمند است. زندگی هدفمند یعنی هر کاری که می‌کنی با آن چیزی که هستی یکی بشود. داشتن اهداف روشن، قلبی صاف و ذهنی پویا به ما این قدرت را می‌بخشد که سرنوشتمان را در دست‌های خودمان بگیریم. زندگی بر اساس تصمیم‌ها و انتخاب‌های خودمان، نه از روی اتفاق و هر چه پیش آید. زندگی هدفمند یعنی همین. پس رویایم این است که زندگی هدفمند داشته باشم. جغد گفت پس آماده رویارویی با شکست‌ها باش. پینگ گفت تو واقعاً دانا و بزرگ هستی. از تو می‌خواهم هدایت مرا به عهده بگیری. خواهش می‌کنم. جغد گفت نه نمی‌شود. اما من از راه دوری آمدم. سفر خوشی را برایت آرزو می‌کنم. من چه کار باید بکنم؟ خودت را بسپار به دست تجربه. موفق باشی. باز هم از تو خواهش می‌کنم راهنماییم کنی. باز هم می‌گویم شرمنده‌ام. نه نمی‌شود. جغد این را گفت. پرید روی شاخه‌اش نشست. پینگ جوان بود و به علت سن کمش اصرار و التماس هنوز جزئی از خلق و خویش بود. جواب منفی شنیدن چیزی بود که به سادگی قبولش نمی‌کرد. رنجیده خاطر دوباره از جغد خواهش کرد. نه. پینگ از قورباغه درخواست کرد. جواب نه. خواهش و تمنا کرد. نه. التماس کرد. نه. گریه و زاری کرد. نه. به پایش افتاد. نه. از او گدایی کرد. نه. بعد پینگ نفس را در سینه‌اش حبس کرد و افتاد به بالا و پایین پریدن. نه که فکر کنید از روی ناامیدی. چیزی که پینگ با تمام قدرتش میخواست بکند این بود که بپرد و بنشیند روی شاخه‌ای که جغد نشسته بود. برایش مهم نبود که دست و پایش چقدر کرخ شده بود. پینگ تسلیم به شو نبود. هر پرشی او را کمی بالاتر می‌برد، کمی نزدیکتر. چه کسی می‌دانست که این نیروی نوظهور از کجا ناشی می‌شد؟ هرچه بود بدون شک بعد از چند ساعت پینگ بر هوا غلبه می‌کرد. این بار دیگر نظرش بر نمی‌گشت و هر پرشی که برمی‌داشت فقط یک خورده او را بالا می‌برد. و بیشتر آن شب بدین گونه گذشت. پینگ مدام می‌پرید، دست از کار نمی‌کشید و تلاش می‌کرد خود را به شاخه جغد برساند. جغد توجهی به پینگ نمی‌کرد و گاه و بیگاه خودش را با مرتب کردن پر و بالش مشغول می‌کرد تا اینکه پینگ بالاخره بعد از یک پرش بزرگ مانند بازی طلسم گم شده واقعاً روی همان شاخه جغد فرود آمد. جغد گفت نگرش تو مساوی است با سقف پرواز تو. چی؟ دقیقاً. جغد به سوی زمین مه گرفته پایین پرید. پینگ که از این همه تقلا نفس میزد دنبال او پایین پرید. پینگ که ریه هایش تون بیرون میزد خواست شوخی کند. جالب بود. از وقتی که پایم را از اینجا گذاشتم اینقدر بلند نپریده بودم.
جغد گفت خب خوب پشت کاری داری. من به تو آموزش می‌دهم. پینگ نرمش ظریفی را در موضع جغد تشخیص داد. خب اگر پشتکار داشتن چیزی است که برای رسیدن به زندگی هدفمند کمکم می‌کند، پس من هم همین کار را می‌کنم. جغد جواب داد پشتکار است که بین اراده قوی و بی ارادگی قوی فرق ایجاد می‌کند. پینگ با هیجان فزاینده پرسید پس به من آموزش می‌دهی؟ جغد در مسیر نگاهش پلک‌ها را به هم زد و گفت من ترجیح می‌دهم وقتم را بدون مزاحم بگذرانم، اما یاد چیزی افتادم. از قدیم گفتن وقتی شاگرد آماده باشد معلم خودش ظاهر می‌شود. چشم‌های پینگ از خوشحالی برق زد. خبر خوش را که شنید درکش کرد. وقتی با کسی سفر می‌کنی هیجانش بیشتر می‌شود. نمی‌دانم با چه زبانی از تو تشکر کنم. پس سفر شگفت‌انگیزمان را شروع می‌کنیم. از حالا به بعد حتی اگر کوچکترین صدای اعتراضی از تو بلند شود قبول نمی‌کنم. اگر می‌خواهی به آرزو و عشق، هدف واقعیت و قلبت دستیابی، چیزی که لازم داری آرامش است. خب دوستان، 2 فصل رو تونستم برای شما بخونم. امیدوارم که اگر از نثر و روایت این داستان خوشتون اومده باشه این کتاب رو تهیه کنید و خودتون بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.